بینندگان عزیز و خوش آمدید به ویژه برنامه خبری رادیو زودی. ساعت با وقت پراگا رسیده است و شما نشر دوم برنامه امروز یک شنبه یکم مارت را تماشا دارید. ویژه گفتاری ما با انتخابات وکیلان خلق، وکیلان مجلس نمایندگان، پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان و شوراهای محلی بخشیده شده است. در استودیو من شهلا گلخوجه و من میرزانبی خالقزاد تا نیم ساعت دیگر در پخش مستقیم شما را همراهی میکنیم. در این برنامه گزارش و تحلیل های زیاد داریم از تاجیکستان و روسیه که فراگیر معلومات از جریان برگزاری انتخابات است. اما نخست از سرخط موضوعهایی میگیم که در دقیقه های بعدی تقدیمتان میگردد. خبرنگاری رادیو زودی در بختر آوازدهی یک از به جای چند نفر را مشاهده کرده است. برادر جان بخشید چند کس آواز داده؟ دو کس از کیو کی؟ آوازدهی در 30 سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در خارج صورت میگیرد. در روسیه 5 نقطه رایدهی برای شهروندان باز شده است. و ندبت بود نه رقابت رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نتیجه غیر چشم داشت را منتظر نیست ولی امیدوار است حزبش پارلمانی می شود. که در این ناحیه ما 1140 نفر اعضا داریم در یک ناحیه. در دیگر ناحیه شهر دوشنبه ما کمتر داریم. اون شمارش از 150 تا 200 می رود. صبح امروز رایپرسی ساکنان برای انتخاب نامزد شایسته به 63 کرسی مجلس نمایندگان در سرتاسر تاجیکستان آغاز شد. برای رسیدن به وکیلی 238 نامزد مبارزه میبرند. طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان در مجموع برای آوازدهی ساکنان نزدیک به 3,500 حوزه انتخاباتی مهیا شده است. همه این حوزه ها تحت محافظت کارمندان حفظ حقوق گرفته شدند. رای دهندگان توجیک از زمان امضای سازش صلح برای نخستین بار در انتخابات شرکت میکنند که در آن گروه اساسی مخالف حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی حضور ندارد. در سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را منع کرد. تا این لحظه ها علاقه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قطعه انتخاباتی رقم 15 رای داد. اتفاقا رنگ شناسنامه او در شبکه‌های اجتماعی صلح‌های را به بار آورد. آقای رحمان همزمان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نیز میباشد. حزب او در گذشته اکثر مطلق کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشت و به گفته صاحب نظران انتظار می‌رود که در این انتخابات نیز بیشتر کرسی‌ها را از خود کند. در انتخابات 6 حزب خردی دیگر از جمله حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان شرکت می کند. برای پوشش و بازتاب روند انتخابات از کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی برای خبرنگاران در بینای مرکزی تحقیقات استراتژی جای جدا کردند. در این تالار همگی یک مانیتور گذاشته شده است که در آن گزارش‌های مستقیم شبکه‌های دولتی از جریان انتخابات پخش می شود. با گفته کمیسیون مرکزی انتخابات تا ساعت 12 بیشتر از 47% مردم شرکت کردند. نمایندگان کمیسیون ضمن سخنرانی در تلویزیون دولتی گفتند که تا این ساعت بیشتر از 2 میلیون نفر به رایدهی آمدند. همکاران ما در قطعه‌های آوازدهی جریان برگزاری انتخابات را مشاهده می‌کنند. همکارم زرنگیز نوروزشاه و براد یوسفی را در نزد کمیسیون مرکزی انتخاباتی برای پرسی تاجیکستان هستند و گزارش آنها را با هم تماشا می‌کنیم. در ساعت‌های اولی روز انتخابات پارلمانی که به اولین روز بهار راست آمده است در کوچه‌های مرکزی شهر دوشنبه مردم زیاد به نظر نمی‌رسد، اما تعدادی کارمندان مقامات‌های قدرتی که برای تامین امنیت در روز انتخابات سفربر شدند به طور چشم رسند و در پشت من بینای کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی است. در این بنا تمام آمار و اطلاع از همه قطعه و حوزه های انتخاباتی جمع آوری و برشمرده می شود. اما هیئت اصلی کمیسیون انتخاباتی امروز در بینای دیگر، در بینایی که در همسایگی آن قرار دارد، در مرکز تحقیقات استراتژی جمع آمدند و از اینجا طور گفتیم به طور مستقیم آمار و اطلاع اخیر را به مردم پیشنهاد می‌سازند. اگر امروز در جریان آوازدهی در قطعه یا حوزه های انتخاباتی کدام حالت تقلب یا قانون شکنی رخ دهد یا مشاهده شود، نوار و شکایتش به کمیسیون مرکزی انتخاباتی فرستاده می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی نهاد است که روند انتخابات را نظارت و جمع بست می‌کند. اعضای نهاد در گذشته از حساب نمایندگان همه حزب‌های سیاسی عبارت بود
بر اساس یک تغییرات به قانون در تابستان سال گذشته باید افرادی به حزب شامل کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی باشند. به گفته مقامات، هیئت نوی کمیسیه که 4 ماه پیش در پارلمان تصدیق شد از افراد به حزب و بی‌طرف عبارت است، ولی کارشناسان میگویند از هیئت کمیسیه انتخاباتی بیرون شدن اعضای حزب سیاسی شفافیت و بی‌غرضی کاریان را زیر سوال میبرد. چند روز قبل کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان اعلام کرد که تا این لحظه برای همه نامزدها شرایط برابر و مساعد تبلیغاتی فراهم آورده شده است. اما برخی از کارشناسان بر این باورند که در انتخابات نوبتی فضای پررقابت را احساس نکردند و نتیجه ها هم از پیش معلوم است. تا این دم سازمان کشورهای غربی انتخابات های تاجیکستان را آزاد و دموکراتی اعتراف نکردند. سرانگیز نوروشو و براد یوسفی از نزد کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گزارش میدادند و ما باز در نشرهای بعدی منتظر گزارش‌های بیشتری آنها خواهیم بود. از دوشنبه می رویم به جنوب تاجیکستان، دقیق ترش به شهر باختر، تا ببینیم که انتخابات در آنجا چگونه جریان دارد و کارزار آن چگونه سرعت میگیرد. قربانعلی قربانزاده رئیس کمیسیه انتخاباتی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت تا ساعت 10 از اهالی ولایت ختلان 41.5% به حوزه های انتخاباتی رفته آواز دادند. فعلا در همه 1068 قطعه رایگیری ولایت آوازدهی انتخاب کنندگان ادامه دارد. در این روز آفتابی در قلمرو ولایت ختلان طبق اطلاع کمیسیه ولایتی انتخاباتی تا ساعت 9 زیاده از 270,000 انتخاب کننده موقع خود را معین کردند. همکار ما ارزوی کریم روند آوازدهی را در این منطقه پیگیری دارد و طور او گزارش می‌دهد سطح تشکیلی انتخابات بلند بود، ولی حادثه های آواز دادن یک نفر به جای تمام اعضای اوله به چشم رسیده است. و قبل ارزوی کریم مسئولان کمیسیه انتخاباتی نیز به این روند اهمیت نمیدادند. حالا گزارش او را یک جای تماشا می‌کنیم. در حوزه انتخاباتی رقم 5 شهر باختر 10 نفر جوانان بار اول رای دادند. راهبریت ولایت جوانان را گل و کتاب داد. همچون شهروند جمهوری تاجیکستان برای بنیاد جامعه دموکراتیک و بنیاد آواز خودم را داده‌ام. در حوزه های مرکزی شهر باختر صبح بر وقت حضور زیادی آوازدهندگان مشاهده شد. اکثر اینها کارمندان اداره های دولتی بودند، اما در نصف روزی الکی حوزه ها کم آدم شدند. در این حوزه ناظران از قزاقستان جریان انتخابات را نظارت میکنند. در ولایت ختلان 252 نامزد که 71 نفرشان زن هستند برای کرسی های مجلس وکیلان شهر و نواحی، جماعت ها و مجلس نمایندگان رقابت میکنند. باید 67 نفر اینها انتخاب شوند. در حدود ولایت 14 حوزه یک مندتی است. دوامی روز چنین لحظه ها هم بودند. سلام علیک برادر. برادر جان ببخشید چند کس آواز داده؟ دو کس از کیو کی؟ این صحنه ها در یکی از حوزه های انتخاباتی در شهر باختر در حضور ناظران و مسئولان حوزه ثبت شدند. یک تحت پارتین؟ اپا جان شما دخلا نکنید. یک تیاتا پارتین اپا؟ اصلا چند کس پارتید شما؟ خب بینندگان عزیز، گزارش همکارانم ارزوی کریم و شادمان یتیم را می‌دیدیم. بینندگان عزیز، در دوام برنامه چندین گزارش دیگری هم از دوشنبه و گوشه‌های دیگری تاجیکستان درباره رفت انتخابات پیشکش شما خواهیم کرد. بله، حالا رو می‌آوریم به روسیه.
зеро теъдоди зиёди райдиҳандагони тоҷик дар ин кишвар ҳастанд. Дар бинои сафорат ва консулгариҳои Тоҷикистон дар 5 шаҳри Русия ҳавзаҳои интихоботӣ таъсис доданд. беш аз ҳама муҳоҷирон дар сафорати Тоҷикистон дар Москав ба интихобот ҳозир шуданд. ба иттилои сафорати Тоҷикистон дар Русия то соати 11 беш аз 2000 нафар овоз додааст. бинобар иттилои консулгарӣ дар шаҳри Новосибирск зиёда аз 1500 нафар интихобкунандагон то соати 11 овоз доданд. به گفته مقامات همه نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان به حوزه شاه منصور 3 داخل شدند و شهروندان در خارج بوده به نامزدهای این حوزه رای میدهند. همین لحظه ها در خط مستقیم از مسکو با ما همکارمون امید بابامتوف میپیوندد. توجه کنید. خب امید سلام و تو جوی فهمیدیم به هنگام آمادگی به پخش مستقیم کارمندان پلیس به کار شما مانع ایجاد کردند در مسکو. یعنی شما گفتید نخست نفر با لباس نظامی آمده حجت شما رو تفتیش کرد و بعد اون نفر دوم با لباس ملکی نزدتان آمد و حجت شما رو عکس گرفت و شما با او بحث لفظی داشتید. مشکل در چی بود؟ آنها نمیخواستند که شما نوار برداری کنید یا چی؟ Нет, ко мне просто подошли сотрудники полиции, они попросили, как обычно это бывает, сотрудники, которые работают у посольства, мои документы, я им представил свои документы, они записали, но второй раз они подошли уже с каким-то сотрудником посольства, который тоже решил сфотографировать почему-то мой паспорт, мои данные, и после этого уже подошел третий человек, который представился сотрудником посольства, пресс-атташе. Он попросил, чтобы мы здесь не снимали, якобы здесь нельзя снимать. Но после того, как мы объяснили, что мы снимаем не на территории посольства, у нас есть разрешение Российской Федерации на съемку здесь, он не стал препятствовать, и на этом инцидент закончился. Сейчас, в данный момент, мы продолжаем стоять на Гранатном переулке у посольства. И, как видите, здесь продолжаются выборы. شخلو؟ بله امید باید بگم که از سفارت تاجیکستان هم در مسکو با رادیو آزادی گفتن نوارگیری آزاد است و هیچ مشکل ندارد. خب از این هم بگذریم. امید شما که حالا طور گفتید در نزد حوزه انتخاباتی هستید و با مجران صحبت ها داشتید، آیا آنها گفتن که قبل از انتخابات یگان نامزد همراهشان ملاقات کرد یا نه و عموما درباره برنامه‌های انتخاباتی این نامزدان معلومات دارند یا نه؟ Я разговаривал с некоторыми из людей, которые пришли на выборы здесь, на парламентские выборы здесь, в посольство Таджикистана, и они сказали, что большинство из них это рабочие, которые были привезены на автобусах, и большинство из них уже здесь знакомятся с людьми, но среди них есть и активные люди. Например, рядом со мной стоит молодой человек, который тоже участвовал, сейчас вышел только что на улицу, зовут его Сухроб. Сухроб Дарборе интихоб чхел гузашт, як ду сухангуе. خب تشکر زیاد. اولا سلام بر کارمندان استودیوی رادیو آزادی و سلام بر بیننده شما. بنده سهراب نظر، مسئول بخش مرکز مهاجران در شهر مسکو و همچنین دانشجوی. تاثیرات و برداشت من از فضای امروز که در سفارتخانه جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، البته که ما با نامزدهای ارزنده آواز خود را دادیم و امیدواریم که اون نفرانی که ما انتخاب کردیم برای پیشبرد منفعت‌های دولت و برای شهروندان چیکار میکنن، یک خدمت و شایانی خود را میرسانند. و فکر میکنم کوچه‌های مسکو امروز یک قباه ایدانه را بابر کرده است. از سحر از صبح صالح امروز مهاجران قسمت زیاد برادران مهاجر بودن، البته و یک قسم کم زنها بودن، از زنها کم مشاهده میرسید و قسمت دیگر این دانشجویان بودن، خب والنتیران بودن امروز در خدمت امروز در معرکه سیاسی و حیاتا مهم که میگذشت قسمت زیاد نیز دانشجویان بودن. من فکر میکنم که من امیدوارم که رأی ما به نقطه نهایی خود میرسد. اگر Что задать? تشکر زیاد امید. شخصا شما چی؟ ده. بله بله شما سوال داشتید، بله میتونید بپرسید. شما چی
شخصا شما چی امیدوارید از همین انتخابات؟ شما از خب تشکر میگیم. کمی صدا پس میآید و ما فکر میکنیم که در دوام روز باز حتما با مسکو میپیوندیم و در خط مستقیم با ما از مسکو قرار داشتن امید با مطف همکاری ما از تلویزیونی نستایش وریمیا. و طوری هم شنیدید بینندگان عزیز، بازتابی انتخابات برای این همکاری ما در مسکو بعضی مشکلات رو همراه داشت. ما در دوام روز برای دریافت معلومات علاوه‌ای باز به امید مراجعت خواهیم کرد. مطلب بعدی ما نیز از دوشنبه است. ما از مسکو برمیگردیم به دوشنبه از قطعی که رحمتالله زویرов رهبر حزب سوسیال دموکرات در آوازدهی اشتراک کرد. حزب او یگانه نیروی مخالف است که در انتخابات پارلمانی اشتراک میکند. رحمتالله زویرов امیدوار است که حزبش به پارلمان راه می‌یابد به شرطی که آن شفاف، آزاد و دموکراتیک برگزار شود. رهبر حزب سوسیال دموکراتیک گفت از جریان این معرکه سیاسی در اول روز تأثیرات خوبی دارد و اظهار امیدواری کرد که این حالت تا آخر روز ادامه کند و انتخابات شفاف و دموکراتیک نتیجه گیری شود. خب رحمتالله زویرов میگوید هرچند به فهرست عمومی انتخاب کنندگان که 4,900,000 اعلان شده است باور ندارد، ولی می‌افزاید ممکن است 50% مردم در این انتخابات شرکت کنند. در این باره گزارش سرنوز روح‌الله و امرین اولیموف را با هم تماشا میکنیم. قطعه رایدهی رقم 34 ناحیه سینای پایتخت است. ساعت به وقت دوشنبه 7:45 و مسئولان این участка انتخاباتی که 1300 آوازدهنده دارند میگویند تا این لحظه ها حدود 9% رایدهنده اومده الکی آواز دادند و قرار است در آن همین قطعه آوازدهی رقم 34 چند لحظه پس رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمتالله زویرов بیاید و به اینجا به حزب یا نامزدهای دلخواه خود آواز دهد. زویرов همراه چندی از جانبدارانش به آوازدهی آمد. حزب سوسیال دموکرات یکی از 7 حزب فعالیتش رسمی در تاجیکستان است و به ادعای مسئولانش 8500 عضو دارد. زویرов میگوید در این منطقه بیشتر از 400 عضو حزب به سر میبرد. یعنی این ناحیه سینا این یک ناحیه حزب سوسیال دموکرات است، برای که در این ناحیه ما 1140 نفر اعضا داریم در یک ناحیه. در دیگر ناحیه شهر دوشنبه ما کمتر داریم، اون شمارش از 150 تا 200 می رود. رحمتالله زویرов میگوید به نتیجه های انتخابات خوشبین است و باور دارد این دفعه حزبش پارلمانی خواهد شد. این البته اراده مردم است، اراده خلق است و من یکی از هدفهای حزب سوسیال دموکرات در آن می باشد که استواری حاکمیت خلق را در تاجیکستان تامین کردن، یعنی دموکراسی واقعی را، دموکراسی رویاکینی، دموکراسی واقعی. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زویرов مشاور حقوقی پرزیدنت امامعلی رحمان بود. وی بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. زویرov در انتخابات گذشته نیز به حیث نامزد به مقام پرزیدنتی شرکت کرده است، اما او همیشه نتیجه انتخابات قبلی را قبول نداشت. تا کدام درجه این انتخابات در حقیقت شفاف، آزاد و دموکراتیک برگزار می‌گردد. من چندین بار تاکید کردم که من با دموکراتی شفاف بودن انتخابات باوری ندارم. اکنون نتیجهش را در حقیقت تا کدام درجه این دموکراتی آزاد و شفاف می شود در آخر روز در وقت نتیجه گیری می شود، این را می بینیم. جریان آوازدهی در انتخابات پارلمانی در سراسر کشور ادامه دارد. ما و همکارانمان دوام روز از رفت این معرکه سیاسی گزارش ها خواهیم داد. سروینوز روح‌الله، امرالدین اولیموف، رادیو آزادی، دوشنبه. شنوندگان عزیز، مجموعه با سپاس از سروینوز و امرالدین. ضمناً در اول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میخواست در روی خط حزبی 8 نامزدش را پیشبری کند، ولی طبق قانون‌های تاجیکستان برای پیشبری هر نامزد باید معادل $600 آمریکایی گراوپولی سپرده شود. بنابر نداشتن پول کافی، مسئولان حزب روی خط را تا به 5 نفر کم کردند. اینجا باز 5 حزبی رو به حکومت نیز برای صاحب شدن به کرسی‌های مجلس نمایندگان تلاش دارند. حزب اقراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی، حزب کمونیستی و حزب دموکراتی.
خب از نقطه های آوازدهی در تاجیکستان گزارش دادیم و فضای انتخاباتی را در مسکو با حضور مجرمین تاجیک هم تماشا کردیم. حالا از همکار ما مومن احمدی میپرسیم که کاربران در شبکه‌های اجتماعی از انتخابات امروز کدام موضوعها را بحث میکنند. مومن، رشته سخن به خودت. بله شهلا، موضوع انتخابات از موضوع پربحث در صفحه اینستاگرام و فیسبوک رادیو آزادی است. بسیاری ها نوشتند که ساعت 5 صبح آنها را صدای بلند موسیقی از خواب بیدار کرد. این صدای موسیقی بود که از قطعه‌های رایدهی صدا میداد. مسئولین به خاطر جلب ساکنان به انتخابات در نزد قطعه‌های رایدهی یا سراینده را جلب کردند که سرود خوانند و یا موسیقی گذاشتند. برخی گفتند که به انتخابات رفتند و رای دادند. برخی دیگر گفتند که از پیش تقدیر انتخابات حل است، به این خاطر در انتخابات شرکت نکردند. بسیاری ها گفتند که دعوتنامه انتخابات دسترس نکرده بودند. نفر با نام اولیموف در اینستاگرام ما نوشته است که من نمیروم برای آنکه نمیشناسم نفرانی را که با او آواز دهم. چه خیل وکیلان خلق هستند که خلق آنها را نمیشناسد. واریز کاربر دیگر نیز نوشته است رفتن من هیچ نقشی نخواهد داشت چون هر خیلی خواهند خودشون حل میکنند. در اینجا من آینده را نمیبینم، گفته است او. اما فرهاد رحیمزاده نوشته است که انتخابات با تمام معیارهای طلبات قانون گذشته ایستاده است. شکر از آن میکنم که در چنین وطنی عزیز زندگی نموده در حیات سیاسی کشور سهم میگذارم. تاجیکستان به پیش، گفته است او. مومن، تشکر. خودت هم خوب میدونی که رادیو آزادی آزمون ویدیو از روند انتخابات اعلان کرده بود. آیا کاربران ویدیوی یا نواری برای ما فرستادند؟ بله میرزا نبی، ویدیوهای زیادی ما از کاربران دسترس کردیم و هنوز همه آنها را نشر نکردیم چون برای دقیق کردن واقعیت نوارها وقت لازم است. از جمله به ما دانشجوی از دوشنبه نوار فرستاده است که خودش تنها به جای 10 نفر ورقه انتخاباتی را به فایده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پر میکند. او گفت که استادانشان از آنها چنین خواهش کردند. نوارهای دیگری هم هست که زنان از نزدیکانشان میخواهند تا به جای آنها آواز دهند. از لحظه های کنسرت و رقص ساکنان در نزد قطعه‌های رایدهی نیز نوار داریم. این نوارها حتما استفاده می شود و ما آنها را نشر خواهیم کرد. میرزا نبی، تشکر. مومن، سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، ما برنامه را ادامه می دهیم. شما در بخش مستقیم ویژه گفتار انتخاباتی بخش تاجیکی رادیو آزادی را تماشا دارید. تا این دقیقه ها ما درباره اشتراک رای دهندگان در تاجیکستان و روسیه گزارش داشتیم. ولی باید گفت که در جهان نیز خبرها زیادند. از جمله امریکا و طالبان روز 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر سازشنامه تاریخی را درباره پایان دادن و جنگ 19 ساله در افغانستان امضا کردند. در مراسم امضای توافقنامه مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا، رهبران سیاسی طالبان، نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله وزیران کارهای خارجه پاکستان و ترکیه اشتراک کردند. در عین زمان مقامات ایالات واشنگتن در امریکا از اولین مورد مرگ یک نفر در این کشور بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس خبر دادند. هنوز معلوماتی درباره این شخص ارائه نشده است. تاکنون 67 مورد گرفتاری به کرونا ویروس در امریکا تصدیق شده است. پیش از این نیز یک شهروند 60 ساله امریکایی بر اثر گرفتاری به این ویروس در چین درگذشته بود. و حالا یک آگهی پیشنهاد شما می شود. بعد آن برمیگردیم به موضوعهای انتخابات در تاجیکستان. شما می توانید از اصولهای معمولی تقلبکاری در انتخابات نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی به این معرکه سیاسی و روند آوازدهی در گوشه‌های تاجیکستان آگاه شوید. حالا بینندگان عزیز، شما را به یکترینبورگ دعوت می کنم. در این منطقه روسیه 10,000 تاجیکان رزق و روزی می یابند. بعضی‌ها زندگی دائمی را انتخاب کردند. همین حالا ما امکان خوبی داریم بفهمیم که تا کجا شرکت در انتخابات امروزه را این مهاجران برای خود مهم و قرض می دانند. زیرا همکاران ما از تلویزیون نصایش وریمیا رفتی آوازدهی را در شهر یکترینبورگ هم پیگیری دارند و حالا کوشش میکنیم با آنها تماس مستقیم برقرار کنیم.
Сейчас перенесемся в Екатеринбург. На прямой линии с нами наш коллега Александр Пугачев. Добрый день, Александр. Как по вашим наблюдениям проходит голосование и насколько активны таджикские избиратели? Добрый день, Шахло. Достаточно оживленно здесь перед зданием Генерального консульства Республики Таджикистан в Екатеринбурге. Та картинка, которую вы видите сейчас за моей спиной, она не показательна, поскольку люди постоянно приходят новые, и вот этот поток, он не иссякает. Сегодня с самого раннего утра внутри все достаточно просто организовано. Одно из помещений консульства – это фактически фойе. Там находится несколько столов и 2 кабинки для голосования. Очень много людей, постоянно работает один из спутниковых новостных телеканалов Таджикистана. Люди смотрят, и те, кто пришел проголосовать, и те, кто уже отдал свой голос, они собираются здесь, обсуждают последние новости. Здесь довольно большая диаспора таджикистанцев в Свердловской области. Больше 120 тысяч человек постоянно работают и живут здесь. Но голосование принимают участие не только они. Очень много машин на стоянке с тюменскими номерами, номерами Пермского края, Челябинской области. Вот буквально несколько минут назад я разговаривал с людьми, которые приехали из Сургута. То есть для этого они одолели путь в 1200 километров. Я думаю, вы можете представить себе, насколько это долго. Все они достаточно празднично выглядят. То есть видно, что люди в хорошем настроении находятся и действительно надеются на то, что выборы эти принесут какие-то позитивные изменения, дают шанс стране что-то сделать в пользу улучшения жизни граждан не только в самом Таджикистане, но и здесь, в России. Очень многие приводят детей сюда. Ну, то есть это что-то вроде еще и клуба после. То есть после голосования люди остаются здесь, чтобы пообщаться еще с представителями консульства и друг с другом. В общем, достаточно много людей. Пока трудно сказать, сколько конкретно человек принял участие в голосовании. И единственная претензия сегодня представителя Свердловской области Фаруха Мирзоева, который сказал, что, конечно, не все смогут принять участие в голосовании, поскольку вот этот путь в 1200 километров, как, например, из Сургута, далеко не все могут одолеть. Это довольно далеко и достаточно дорого. То есть, как минимум несколько тысяч человек сегодня точно приняли участие в голосовании. Довольно большую диаспору мы видели сегодня здесь из Челябинска. Вы сейчас сказали, что у вас была возможность поговорить с избирателями. Вот что они сказали? Они знали, за кого голосуют? Довольно большой список, и довольно уклончиво люди отвечают. Не все хотят признаться в том, за кого конкретно проголосовали. Очень многие говорят вот такими округлыми фразами, что мы проголосовали за будущее, за хорошее развитие республики. Вот представители из Сургута сказали, что в общем и целом они всем довольны. И вот это поступательное развитие, вот это то, за что они голосовали. Никто из них, разумеется, не сказал ни имени вот того кандидата, за которого проголосовал, ни названия партии. То есть все достаточно округло. Поэтому прямо какие-то предпочтения указать, наверное, я не смогу, потому что люди просто о них не говорят. Спасибо большое, Александр. Благодарим вас за информацию и будем с вами еще на связи. Бинандагони азиз, Александр Пугачев буд ҳамкори мо аз Екатеринбург ки мегуфт ки мардум мехоҳанд дар ин минтақа овоз бидиҳанд, али мутаассифона роҳашон хуб дур аст. Бинандагони азиз, хабаре ки ҳамин ҳоло ба дасти ман расид, овоздиҳӣ дар ҳавзаҳои интихоботӣ берун аз Тоҷикистон ҳам имрӯз дар сафорату консулгариҳои дипломатӣ баргузор мешавад. Дар сафоратхонаҳои Тоҷикистон ба радио Озодӣ гуфтанд ки овоздиҳӣ аз соати 8 саҳар то 8 шом баргузор мегарданд. در پکین پایتخت چین، کشوری که در آن ماه دکبر کرونا ویروس سرچشمه بیماری آنجا سرچشمه گرفت، با صورت پهن شد، تا حال باعث مرگ بیش از 2800 نفر گردید. این همچنین حوزه انتخاباتی داشته است و انتخابات در حال برگزار می شود که کشور چین در حالت اضطراری طبی و کرانتین قرار دارد. محمد اگمزاد، معاون رئیس حوزه انتخاباتی سفارت تاجیکستان در پکین، به رادیو آزادی گفت که الکی 27 نفر از شهروندان تاجیکستان در پکین آواز دادند. بینندگان عزیز، در اینجا نشر دوم ویژه گفتار انتخاباتی را به پایان میرسانیم. بعد از 3 ساعت دیگر با تفصیلات نو به استودیوی مرکزی رادیو آزادی برمیگردیم. تا این لحظه ها من میرزانبی خالقزاد و همکارم شهلای گلخواجه با جمع همکارانمون در خدمت شما بودیم و در نشرهای بعدی شما را منتظر میمونیم. خاطر نشان میکنم که برنامه بعدی با گزارش‌های تازه از گوشه‌های تاجیکستان و روسیه خدمت شما پیشکش می‌شود. تشکر برای همراهی و تا دیدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.